داداش سریع سکاب بچرخون دیگه، الان شروع میشه. حاجی شروع شد. خب درود بر باب مالی و فامیلاشون. شروع میکنیم با سرتیتر خبرها. پلیس فدایی کشور با پیامی به مردم عزیز گفت از کسانی که گلو میگیرن دستشون و بیشتر از 3 کام میگیرن و نمیچرخونن به شدت میچرخونیمشون. رئیس جمهور افغانستان رئیس جمهور هلند را به یک چیلیم دریایی در کابل دعوت کرد. حاجی چه سمی بود، دمت گرم حاجی، واقعا سم بود حاجی. خب بقیه اخبارو به آقای چتمغزیان گزارشگر آب و هوا دعوت مشکوکم ازتون. آقا از دریای چت تا دریای همیشه خلیج چت هوا کاملا تخمی توهمی تخمی تخیلی. اصلا نگاه کن خودت، اصلا میبینی تو نقشه ایران کلن هوا تخمیه. داداش من نرو بیرون، اصلا این روزا از بیرون نرو.